بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض درود و سلام خدمت هموطنان عزیز. بنده نقیب‌الله دهقانزاده سرپرست جنرال کنسولگری امارت اسلامی افغانستان در شهر خاروق جمهوری تاجیکستان می باشم. اخیراً اظهارات غیر مسئولانه و حاوی از حقیقت آقای ظاهر حقبر سفیر اسبق افغانستان در رابطه با عدم فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه‌ها و نشر رسیده که میخواهم در این مورد کمی وضاحت بدم. جنرال کنسولگری افغانستان مقیم خاروق تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت‌های قانونی خویش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می دارد. البته بعد از سقوط نظام جمهوریت دامنه فعالیت‌های این نمایندگی در بخش‌های تحصیل ارائه خدمات به اتباع افغانستان و خارجی مقیم جمهوری تاجیکستان از جمله تمدید پاسپورت، صدور وثایق، صدور ویزا، همکاری دو جانبه و رسیدگی در بخش‌های ترانزیت، تجارت، مسائل مرزی زندانیان حقوقی و جناحی در هماهنگی با مقامات و ادارات زیربط جمهوری تاجیکستان گسترش پیدا نموده است. وظیفه یک دیپلمات حل مشکل و باز کردن گره است، نه ایجاد مشکل، زیر سوال بردن منافع ملی و چالش‌ها دردسر و بزرگان و مردم هر دو کشور. ما از حسن نیت مقامات محترم و رهبریت جمهوری تاجیکستان برای حاصلگیری خدمات مرزی، باز شدن بازارچه‌های مشترک نوار مرز در ولایت بدخشان و همچنان کمک‌های قابل ملاحظه بشردوستانه به حاصل دیدگان زلزله ولایت هرات اظهار قدردانی و سپاسگزاری می نماییم تا باشد که در تمام عرصه‌ها دوستی و برادری دو ملت دوست و برادر پایدار بماند و من الله توفیق و سلام.